دادگاه شهر دوشنبه به بررسی یک قضیه غیر عادی شروع کرده است که در آن ادوکات سابق برای استفاده نسخه مهر دادگاه عالی تاجیکستان برای کم کردن حکم 16 زندانی و آزاد شدن 10 نفر دیگر از محبس متهم می شود. تور سنتوف ساکن 38 ساله ناحیه عبدالرحمن جامی در حال حاضر برای ساختکاری اسناد و قلابی در حجم مخصوصاً کلان متهم است و پروندهش را برای بررسی به دادگاه شهر دوشنبه فرستادند. بهرالدین عیسی‌زاده مفتش کارهای مخصوصاً مهم دادستانی کل روز 21 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت تور سنتوف اینچنین با استفاده از مهر دادگاه عالی و امضای دادرس‌ها چندی از محکوم شدگان را از زندان نظام سنگین به محبس عادی یا معمولی انتقال داده است. 10 تا هم 16 دیگه تا 10 تا سال اومدیم. با ابران موثق آوردیم. همه جنات مرکزی بود آوردیم. به قول او تور سنتوف این همه کار را در طول سالهای 2015-2016 انجام داده، ماه دکبر سال گذشته دستگیر شده است. فعلا موقع خودی عیبدار شونده نزدیکانش به این قضیه مشخص نیست. همچنان سنجیدن درستی اتهام مذکور توسط منابع مستقل امکان ندارد، ولی تفتیشات مطمئن است که سنتوف در این قضیه دست دارد. تور سنتوف در گذشته وکیل دفاع بوده، سال 2008 برای 3 سال زندانی شده است. او بعد رهایی از زندان این نقشه را تحریزی کرده و سپس از پی اجراش می شود. همصحبت ما در دادستانی کل افزود همراه تور سنتوف دو وکیل دفاعی دیگر که از آنها بابا مرادوف و سیف‌الدینوف نام برده می شود نیز بازداشت شدند. وی گفت آنها برای اجرای این کار یگان بینای دادگاه یا اداره دیگری انتظامی را بند نکرده، تنها از نیروی یک کامپیوتر، اسکنر و کاغذ عادی استفاده نمودند. یکی از سوالهای مطرح این است که چطور تور سنتوف و شریکانش می توانستند قرار دادگاه ها از جمله قرار دادگاه عالی را تغییر داده و حکم برخی از زندانیان را پایین یا مهلت حبس را با پرداخت جریمه عوض نمایند و برای از زندان آزاد شدن نفران زیاد مساعدت کنند. در پاسخ به این سوال بهرالدین عیسی‌زاده گفت ساختار تور سنتوف اساساً به 3 عامل از جمله بی‌توجهی منصبداران هنگام قبول حجت‌های رسمی تکیه می‌کرد و از این رو موفقانه پیش می‌رفت.